see you all. I can see you. Hello, my friend. Can you see the candles, Chris? Yes. How can they look like stars in the sky? Try to remember the kind of September when life was slow and oh so mellow. Try to remember the kind of September when grass was green and then grain was yellow. Att våren ska följa. Tashakkur. Thank you. فکر نبانم یان او از سویدن است. یان محمد جان is asking whether the Swedish public is aware of the real situation for the people of Afghanistan. فعالیت گروه رضاکاران به 3 بخش تقسیم میشه. عدم خشونت است، برنامه اقتصادی هست و برنامه بدون مرز هست. در بخش عدم خشونت از طریق طلب میخواد که رواج بده بین مردم از طریق آگاهی دهی و فعالیت های بدون خشونت مانند اعتصاب، راهپیمایی، ملاقات با جوانان. و برنامه اقتصادشانی است که همراه خانم‌ها کار میکنن. خانم‌ها اینجا صنایع دستی دارن، خیاطی دارن و دیگه همراه اطفال کار میکنن، اطفال پدرسرک کار میکنن و را گرفتن و حمایت میکنن. دیگه برنامه ای است که کسایی که پدرسرک کار میکنن برای اونا قرضه میده، دوستا همکاری میکنن و تا اونا به خودکفایی برسه. و برنامه بدون مرز میخوایم همه انسان ها را اینجا پذیرایی بکنیم، با همه انسان ها کار بکنیم و تا به یک دنیای بدون مرز برسیم. ما برنامه داریم توسط اسکایپ اجرا میشه که روز جهانی گوش دادن میگیم که با همه دوستا تماس میگیریم از هر نقطه دنیا. Hi Chris, go ahead Chris. I have something wonderful to share with you. There's a documentary about the life of the civil rights movement and more specifically the Martin Luther King's life, and they will be donating this 2-disc set to the youth in Afghanistan. من برای صلح قدم میزنم. من شمع را روشن میکنم. من نهال را میشم. ما آرزو دارم که بدون جنگ زندگی کنم.